سنت لوشا. 1, 2, 3. Saint Lucia! Saint Lucia? Yes, born and bred. Yes, I am from Saint Lucia. Yes, my brother. جزیره‌ای به زیبایی بهشت وسط دریای کارائیب. کشوری با جنگل‌های رویایی، سواحلی با شن‌های نرم، آتشفشان‌های رازآلود، دریای زیبا و خیره کننده کارائیب که خیلی از پولدارای آمریکایی برای تعطیلات و خوشگذرونی به اونجا سفر می‌کنن. درود به همه شما دوستان. به لایف پادکست خوش اومدید. سنت لوشا یه جزیره با مساحت 620 کیلومتر مربع که خیلی کوچیکه. جالبه بدونید که جزیره قشم 1491 کیلومتر مربع و بیشتر از 2 برابر سنت لوشاست. این جزیره توی آبهای اقیانوس اطلس قرار گرفته و یکی از جزایر کارائیب به حساب میاد. و از جنوب به کشور ونزوئلا میرسه. سنت لوشا اولین کشوریه که اسمش از نام یک زن الهام گرفته شده. سنت لوسی اسم یک قدیس مسیحیه که بین مسیحی‌ها احترام خاصی داره. این جزیره سال 1499 میلادی توسط کریستوف کلمب کشف شد و سالها بین فرانسه و بریتانیا دست به دست میشد تا اینکه در سال 1814 به بریتانیا واگذار شد. سنت لوشا سال 1979 از بریتانیا استقلال پیدا کرد و عضو کشورهای مشترک المنافع بریتانیا شد که یعنی هنوز هم پادشاه رسمی این کشور شاه چارلز سومه. پایتخت سنت لوشا شهر زیبای کاستریسه که 61,000 نفر جمعیت داره و مقصد اصلی توریست ها هم هست. یکی از دلایلی که سنت لوشا رو برای توریست‌ها جذاب میکنه آب و هوا، طبیعت خارق‌العاده و سواحل زیبای اونه که بعضی‌هاش از شن‌های سیاه آتشفشانی پوشیده شده. آب دریای کارائیب که به طرز عجیبی آبی و خیره کننده است و همچنین تماشای منظره بسیار زیبای غروب آفتاب باعث میشه که توریست‌های زیادی به این کشور برن. آب و هوای این کشور به خاطر نزدیکی به خط استوا تقریباً ثابته و دمای هوا توی تابستون و زمستون خیلی با هم فرقی نداره. و همین باعث میشه که تمام طول سال امکان مسافرت به سنت لوشا وجود داشته باشه و سواحل زیبای اون پر از توریست باشه. بخش زیادی از سنت لوشا رو جنگل‌های انبوه و زیبایی پوشونده که به خاطر همون آب و هوای استوایی همیشه سبز و زیبان و منظره‌های بی‌نظیری رو ایجاد میکنن. و توریست ها هم میتونن با زیپلاین از بین درخت های بلند و با شکوه این جنگل ها رد بشن. %85 مردم این جزیره رو سیاه‌پوست هایی تشکیل میدن که در دورانی که سنت لوشا تحت سلطه انگلیس و فرانسه بوده به عنوان برده و برای کار به این جزیره انتقال داده شدن. 11% مردم ترکیب سیاه و سفید پوست هستند و نزدیک به 3% از مردم هندی هایی هستند که توسط بریتانیا برای کار کردن در مزارع کشاورزی به سنت لوشا آورده شدند. زبان رسمی این کشور انگلیسیه، اما فرانسوی هم به صورت گسترده بین مردم صحبت میشه.
بخش اصلی درآمد این کشور از توریسته، اما صادرات موز و تولید پلاستیک هم اهمیت بسیار زیادی در اقتصاد سنت لوشا داره. واحد پولی این جزیره دلار کارائیبه که هر 2.7 دلار کارائیب $1 آمریکاست. یکی از جاذبه‌های توریستی سنت لوشا ساحل ماریکوپاست که به زیباترین ساحل دریای کارائیب معروفه و همیشه پر از کشتی‌های تفریحی. هر ساله توی سنت لوشا یه فستیوال خیلی بزرگ هم برگزار میشه که پر از رنگ و جذابیت و رقصای خیابونی که همین هم باعث شده که توریست‌های زیادی فقط برای دیدن این فستیوال خودشون رو به سنت لوشا برسونن. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. یادتون نره که اون رو لایک کنید و به کانال لایف پادکست هم سابسکرایب کنید.